کلمه رمضان 5 حرف داره. هر حرف از این پیام آور است، معانی زیبا دارد. میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که در اول ماه مبارک رمضان رحمت است. چنان رحمت نزول کرده که مثل باران به بالای بندگان میباره. اولین حرف رمضان هم را است به معنای رحمت. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید دی اوسط مغفرت است. در دی اوسط گناه ها پاک میشه، انسان ها شسته میشوند. دومین حرف کلمه رمضان هم میم است به معنای مغفرت، بخشش. سومین قسمت حرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این است که دی اخیر نجات از آتش جهنم است. سومین حرف کلمه رمضان هم حرف داد است به معنای ضامن. و چهارمین حرف کلمه رمضان حرف الف است به معنای امان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیبایی را میفرماید الصیام جنة. روزه سپر است در دنیا، سپر است در برابر وسواس شیطانی، سپر است در برابر گناه و آلودگی ها، و در آخرت سپر در برابر آتش جهنم است. و آخرین حرف رمضان هم علما میگن که نون است. نون به معنای نور. پیامش چی است؟ کسی که در این دنیا مثل رمضان، مثل یک ماه رمضان زندگی بکند و یا این رمضان را به تمامی معنا زندگی بکنه، زندگی این دنیایش و زندگی او دنیایش منور می شود. اینه در کلمه از تعریف رمضان ایتو جنبندی میکنیم که کلمه خود رمضان به ما میرساند این ماه ماه رحمت، ماه مغفرت، ماهی است که ضامن ورود ما بر جنت است، ماهی است که ما را به عنوان سپر از آتش جهنم حفاظت میکند، ماهی است که الله این ما را در هر سال تکرار میکنه تا ما دنیا و آخرت از برکت این ماه منور بسازیم.